سلام خدمت عزیزان. امروز اومدیم طریقه کپی کردن ریموت دزدگیرهای زیرو رو به شما آموزش بدیم. حالا به هر دلیلی مثلا شما ریموتتون رو یا گم کردین یا به سرقت رفته، میخواین یه ریموت جدیدی خریداری کردین، تهیه کردین و میخواین روی این دستگاه ست کنین. ابتدا وارد منوی دستگاه میشین، پسورد دستگاه رو میزنید، با دکمه بالا پایین قسمت ریموت سیتینگ دکمه اینتر رو میزنید، اد ریموت رو کلیک میکنید. موقعی که داره سرچ میکنه کافی این دکمه باز دستگاه رو نگه داریم و میاد روی این گزینه وای میسه و اینجا دکمه اینتر رو میزنیم و سیو میشه. این ریموت کپی شد به همین راحتی. تا ویدیوی بعد و آموزش بعد شما رو به خدای مهربان میسپارم. روز و روزگار بر شما خوش.